اما افسوس صد افسوس که ما قدر شناسی پیغمبر رو نمیکنیم. نام حضرت وقتی بشنویم حتی خشمون میاد که صلوات بفرستیم. این شرمندگی را بینه. یک بزرگ منابع بینیم تکبیر میگیم اما محمد میگن در پیش ما یک کس میگه صلی الله علیه و سلم. حضرت عبدالله ابن عباس بار به خشم غضب از نزد یک عیده مردم برومد. پسیدنش چرا قدر خشمینی؟ یا ابن عباس گفت اراهم سیهلکون، این مردم هلاک میشوند. گفت یا در معرض هلاکت قرار دارند. اقول لهم قال محمد صلی الله علیه و سلم یقولون قال ابوبکر قال عمر. من اینا را میگم که محمد صلی الله علیه و سلم چنین چنان گفت. در مقابل گپی من میگم که ابوبکر را این گپ گفته این رفتار کرد، عمر این گپ گفته این رفتار کرد. ببینید حضرت غضبش کرد که وقتی که نام محمد صلی الله علیه و سلم گرفتیم ابوبکر عمر دیگه چه موقع دارند؟ جای دیگه گفتی ابوبکر عمر نیست.